کوبند میگیم این منطقه سنجان و بولغین و نجراب و تقاب و السای. خب این مناطق تویش یک مقدار بهتر است چون آب و هوای سرد داره و در ضمن شمال و باد بسیار خطرناک نداره که مثلا در موسمش بیایه و ایره بتکانه. از این نسبتی در این ساحات توت میوه اصل مردم است و در فصلش مردم زیاد استفاده میکنن و در خود ولایت کاپیسا ثبت اطلاعات فرهنگ هم شده به عنوان جشنواره توت. معمولا این برنامه رو میگیریم در ولسوالی کوبند در منطقه بولغین. البته در کل توت سنجان و توت بولغین یک پیشینه تاریخی داره، حتی در ابیات فولکلوریک مردم هم انعکاس پیدا کرده. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده ی حقایق.